درود دوستای خوبم، هنگامه هستم با آشپزخونه من. خوش اومدید. امیدوارم کلی حالتون خوب باشه دوستان. امروز اومدم کنار همدیگه فرنی آرد برنج درست کنیم. ساده ترین نوع فرنی و یکی از خوشمزه ترین و مقوی ترین دسرهای ایرانی. تا آخر ویدیو کنار من باشید تا این دسر خوشمزه رو با هم درست کنیم. دوستان برای درست کردن دسرمون نیاز داریم به 4 تا قاشق غذاخوری آرد برنج. آرد برنجتون رو حتما الک کنید. کلا هر آردی که میخواید استفاده کنید توی دسراتون حتما باید قبلش الکش کنید. 4 تا قاشق غذاخوری شکر. من اینا رو یه مقدار مخلوط میکنم با هم دیگه. حالا بهش 1 لیتر شیر اضافه میکنم. نکنید دوستان، توی تهیه دسر فرنی ما هم میتونیم این دسر رو به صورت سرد سرو کنیم، هم به صورت گرم. بعد طعم دسرتون به نوع آرد برنجی که استفاده میکنید خیلی ربط داره، یعنی خیلی تاثیر داره طعم اون آرد برنج توش. خب اینجا ما توی ترکیه زندگی میکنیم، قطعا به آرد برنج ایرانی دسترسی نداریم، ولی اگه مثل من خارج از ایران زندگی میکنید، یکی از بهترین نوعای آرد برنج برند دکتر اوئتکر است. من اینجا جعبش رو نگه داشتم که بهتون نشون بدم. خیلی آرد برنج خوشمزه است، عطردار و مثل آرد برنجای ایران میمونه. نکنید دوستان، بس که گوله های آرد برنج باز شد، بهش اندازه نصف استکان آب سرد اضافه میکنم. معادل 5 تا قاشق غذاخوری آب سرد هستش. حالا دیگه میذارمش روی حرارت ملایم تا دسرم قوام بگیره. آروم بالا سرش بایستید، آروم آروم هم بزنید. حتما دست از هم زدن بر ندارید تا کامل به قوام بیاد و من بهتون نشون بدم و توضیح بدم که ادامه کار چطور هستش. خب نگاه کنید دوستان، دسرمون شروع کرد به جوشیدن. این فرنیمون از اطراف آروم آروم داره غل میزنه. نکنید یواش یواش داره قوام میگیره. بعد از این مرحله حدود 6 تا 7 دقیقه دیگه من این دسر رو میپزم تا کامل بوی خامی آردش گرفته بشه. خب نگاه کنید دوستان، غلظت فرنی رو. فرنی نباید غلظتی مثل پودینگ یا اون دسرایی که حالت کرمی دارن داشته باشه. خیلی رقیق تر از دسرای پودینگی هستش. ببینید به این حالت، این فرنی اصل باید به این حالت باشه که اون حالت رقیق رو داشته باشه. اگر میخواید برای بچه‌هاتون هم درست کنید، چون فرنی در اصل میدونید که ما برای بچه‌هامون درست میکنیم. حالا خونه ما بچه‌هامون بزرگ هستن، همه دوست دارن، یکی از اون دسرای مورد علاقه ماست، ولی بهتون توصیه میکنم حتما با این ترکیب درست کنید. وقتی که میخواید برای نوزاد 6 ماه به بعد درست کنید فرنی رو، حتما با این ترکیب استفاده کنید. حالا توی این مرحله چرا اینو گفتم؟ من توی این مرحله که قسمت آخرش هست، 1-2 دقیقه آخر فرنیم هستش، 2 تا قاشق غذاخوری گلاب که قطعا برای بچه‌ها نباید گلاب استفاده کنیم و نصف قاشق چای خوری پودر هل. اگه عرق هل داشتید میتونید به جاش عرق هل استفاده کنید. تو 1-2 دقیقه آخر میریزیم و میذاریم دوباره روی حرارت. میگم اندازه 1-2 دقیقه بمونه. برای بچه‌ها که درست میکنیم این طعم دهنده ها رو بهش اضافه نمی‌کنیم. دوستان دسرم آماده شد. نگاه کنید غلظت نهایی مایه دسرم این هستش، فرنی که آماده کردیم. حالا من اینا رو براتون میریزم تو ظرف. موقع ریختن تو ظرف سربتون حتما مرتب هم بزنید که روی نبنده. بعد گفتم دوستان این دسر رو هم میتونید به صورت سرد میل کنید، هم به صورت گرم. الان که تو فصل تابستون هستش، من بهتون توصیه میکنم سرد میل کنید، فوق العاده میشه. بذارید تو یخچال 4-5 ساعت بمونه. اگر هم که دوست داشتید تو فصل زمستون، اگه دارید این ویدیو رو میبینید، این دسر رو گرم میل کنید دوستان. حالا دوستان نگاه کنید دسرای من آماده شد. برای میل کردن فرنی تو هر شهری به نحوی سرو میکنن، میخورن، دوست دارن. مثلا تو خانواده ما همیشه اینجوری بود که مامان من با شیره توت، شیره انگور و یا مربای گل خیلی به این شکل خورده میشد این دسر. و تو خونه ما هم الان با مربای گل رز خیلی طرفدار داره. من همیشه فرنی رو با مربای گل رز سرو میکنم به این شکل. شما به هر چی که دوست داشتید میتونید روش دارچین بریزید، از بادوم استفاده کنید، کاملا سلیقه‌ای هستش. امیدوارم که درست کنید و از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید.
مرسی که تا آخر ویدیو کنارم بودید. اسم منم هنگام است. کلی دوستتون دارم. ویدیوی بعد هم دیگه رو میبینیم.